تصویرم خوبه. خب بچه ها سلام، من محمد حسینم. توی این چنل قراره با هم داکیومنتیشن بخونیم. خیلی راحتم، اصلا قراره بخونم توپق بزنم، هیچ چیزی نیست و قراره خیلی توپق زدن منو بشنوید، چه تو خوندن اینا خلاصه. و گفتم یه چیزی که من هر شب دارم یه سری داکیومنتیشن رو میخونم و خب خیلی بلد نیستن اینو فارسی مثلا بفهمم اون داکیومنتیشن قشنگ چی گفته. اینو من تا جایی که بتونم و بفهمم توضیح میدم. قطعا اشتباه دارم، منم بهترین نیستم یا خیلی عالی نیستم، شاید یه جاهایی رو توی آموزش‌هایی که دیدم بد فهمیدم، یه چیزی رو خیلی سختگیر خلاصه میگم که نباشیم تو این سری ویدیوها. و سری ویدیوهای اولی که قرار شروع بکنیم سری ویدیوهای هاگینگ فیس. هاگینگ فیس حالا چیه؟ اینجا دارید میبینید که به آدرس huggingface.co شما میتونید برید رو بخونید. من اینجا بهتون نشون بدم اول، وقتتونم نگیرم. اینجا هستش دیگه، اینجا مدلاشو دسترسی دارید، دیتا ستسشو اینجا دسترسی دارید. این ویدیو قطعا واسه کساییه که مثل من تایم خیلی زیادی و ببخشید گفتم خیلی اصلا بی افکت رو اینطوری قراره و هم اینو بخونیم. شما به عنوان دوست قراره بچه من باشید. و داشتم میگفتم که آره اینجا میبینید دیگه کسایی که اینطوری هم خب خودشون همه اینو در میارن دیگه، دیتا ست و فلان و اینا چیه خودتون بخونید. اینجا پروفایلتونه که چیا دارید، مدل و فلان و اینا. ما میخوایم امروز در مورد ترانسفورمرها بخونیم. ترانسفورمرن خیلی ساده مثل چت جی پی تی داره یه چیزی رو تبدیل میکنه قشنگ. شما یه اینپوتی رو بهش میدی، این یه تبدیلی میکنه، اون تبدیله به یه مدلی وصل میشه، اون مدل ترین شده برای اینکه یه چیزی رو به شما برسونه. ما از ترانسفورمرها میخوایم استفاده کنیم. اینجا داره بهمون میگه که حالا ترانسفورمرها چی هستن. ترانسفورمرها یه چیزایی که API تولید میکنن و تولز دارن که شما میتونید به راحتی یک مدلی رو ترین بکنی و دانلود بکنی و ازش استفاده بکنی. که هاگینگ فیس دقیقاً کارش همینه، مدل‌های مختلفو داره، شما میتونید ازش استفاده کنی. حالا توی تسک‌های مختلف، تسکش از جنس نچرال لنگویج پروسسینگ باشه، NLP باشه. NLP مربوط به تکست دیگه، هر چیزی که مربوط به داده متنیه بیشتر توی NLP میشه که حالا تکست کلاسیفیکیشن اینا رو جلوتر بهتون میگم چیه. کامپیوتر ویژن که میشه تولید کردن همون ایمیجا و آدیوه و حالا مولتی مودال ها که حالا اینجا خودتون تو این صفحه میتونید این ریزا رو بخونید دیگه. این چیزا رو میریم جلوتر همه رو بهتون توضیح میدم که اینجا میگه از چه فریم ورک های استفاده میکنه که پایتورچ و تنسر فلو هستش. اینجا انواعی از مدل ها رو پایین تر داخل این چیز میذاره، اینجا بهتون میگه. حالا خودشون اینا قشنگ توتوریال دارن تو سیستم قوی، ویدیوهاش همه تو یوتیوب هست. اگه زبانتون خوبه اصلا نیاز نیست تا قیافه منم تحمل کنید، میتونید برید اونجا ببینید. بعد این که داشتم میگفتم اینجا اول میگه که به چه صورت. اینجا داره میگه که آقا انواع این مدل ها، مثلا مدل برت، مثلا برت که میگم یه پارس برتیه، ما قرار ازش استفاده کنیم تو پروژه‌ای که قرار ببریم جلو اینا. این پارس برت از مدل برته. خب میگه از چیا پیروی میکنه، مثلا پایتورچ، تنسر فلو، فلکس ساپورت هم هستش، یعنی شما میتونید از فلکس هم توش استفاده بکنید. همینا میره توی قسمت کویک تور. بریم توی قسمت کویک تور. اینجا میگه که آقا ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم از پایپلاین استفاده میکنیم. میگه This quick tour will help you get started and show you how to use the pipeline for interface, load the pre-trained model and pre-processors with an auto class and quickly train a model with PyTorch or TensorFlow. میگه و حالا یه مدلی رو ترین بگیم. میگه از طریق پایپلاین ها و اوتو کلاس ها ما یه چیزی رو میگیریم که ترینش بدیم از طریق PyTorch و TensorFlow. که اینجا حالا گفته اینو بزنید تو این صفحه که لینکش رو گذاشتم، لینک ویدیو یوتیوب خودشون هم میذارم، میتونید برید خودتون باز ببینید. باز دارم میگم قبل از که بگید اینا رو باید چیز بکنیم، داخل اینجا ببینیم. بعد اینجا میرید داخل سایت خودشون، اینجا یه دونه اوپن این کلاب هستش، کلاب اینجا میذاریم فایل شما میگم از پایتورچ چیز حالا میکس تو آکان مثلا اینجا خودش نگاه کن. اینجا میاد داخل گوگل کلاب چیز میکنه. شما مثلا برای دستوراتی که مثلا به ماشین لرنینگ و تسکایی که مربوط به این باشه توی محیط گوگل کلاب خیلی راحت
میتونید انجامش بدید. اگه نه باید آناکوندا رو دانلود بکنید و جوپیتر، این آناکوندا نویگیتوره، اینجا اینو دانلود بکنید، نصبش هم یه ذره تو مخی داره. بعد بیاد حالا داره میاد، خیلی طول میکشه. آناکوندا رو نصب بکنید و از توش یه دونه جوپیتر نوتبوک چیز بکنید، یا یه فایل پایتون همه رو بذارید، یا اینکه چیز بکنه آرندر. حالا اینیشالایز میشه تا این اینیشالایز میشه. بریم اینجا کتابخونه‌ای که نیاز نصب بکنید. این پیپر رو من یه مولو بریم شاید یکی باشه ندونه، ولی شما که قطعا اومدید دنبال داکیومنتیشن هاگینگ فیس باید بدونید، نمیدونم. ولی پیپ اینستال داره اینجا، ترانسفورمیشن دیتا ست، اینا رو پیپ میکنی اینستال میکنی. پیپ پکیج منیجر پایتون هستش، فکر کن یه ابری دارن اینجا، میتونن تو اون ابره، اینجا یه ابری دارن همه برنامه‌هایی که تو لازمه بهشون دسترسی داشته باشی و گذاشتن توش، اسم اینو گذاشتن پیپ. خب شما هر چی می‌خوای نصب بکنی میری اونجا برمی‌داری. مثلا تو جاوا اسکریپت اسمش رو گذاشتن npm، شما مثلا با npm ها چیز می‌کنی. مثلا تو ریاکت نیتیو تو با یارن نصب می‌کنی. همشون همینطوری ان دیگه، همشون فکر کنم یه کلاودی دارن، کلاود یه ابری دارن که با اون ابر چیز می‌کنن، اونا رو ذخیره میکنن، شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. چه جوری میگه آقا برو تو اون ابره نصب کن واسم ترانسفورمرها رو، دیتا ستا رو، اینا هر کدومشون فکر کن آدرس خونه یکیه تو اون ابره. حالا میریم جلوتر، حالا تورش هم باید نصب بکنیم. اینستال تنسورفلو، اینجا گفتم چیزا نگاه کنید همه رو خودش اینجا نوشته واسهتون. شما اینجا میزنی مثلا میخوای چیز بکنی، اینجا پیپ اینستال ترانسفورمر دیتا ست، اینجا پلی بزنی ران انیوی. الان ببین قشنگ میره توی چیز. این فکر کنم اومد چه دیزه ورژن آناکوندا شد. اینجا اینا مثلا جوپیتر نوتبوک یه دونه شما باید لانچ بکنید. قطعا ارورهای خیلی مختلفی رو توی اولش میبینید. اینجا گوگل کلاب لانچ رو گرفت که اینجا لاگ اون لانچتون رو بهتون نشون میده که چه اتفاقی افتاده. اینجا میگه کویک تور بودی، اینجا لوکال تری باز کرده. لوکال تری برای این لانچ چیزیه که داره میاد. اینا اینجا یه دونه جوپیتر نوتبوک اگه لود بشه داریم از طریق آناکوندا. اینجا شما باز فایلتون رو میتونید انتخاب بکنید. اینجا چیزای کرنلایی که داره ران میشه رو میتونید ببینید. اینجا نیو نوتبوک رو ما میزنیم یا نیو ترمینال میتونید داشته باشید. نیو نوتبوک میزنیم، اینجا نوتبوک هم ران میشه. اینجا میگه آقا چه کرنلی استفاده کنم، من میگم همین که خودت میگی. بعد جا دیگه دوباره شما چیز ساده پرینت بزنیم. یه دونه بزنیم پرینت هلو ورد، اینجا پرینت میگیره هلو ورد. این هم از نوتبوک که ما با نوتبوک کار نداریم. لیف هم لیف میکنیم چون نگاه کنید تسکای خیلی سنگینی هستن و اینا پرفورمنس ما مموریمون داره قشنگ 11 گیگابایت ازش استفاده میشه، خیلی ایزی، اصلا بی دغدغه. این هم ما میبندیم که هرچه زودتر کمتر. یس پایت داشتیم میرفتیم 9 دقیقه شد همینطوری علکی. کاتماتاش هم بزنم باز 7-8 دقیقه میشه. اینجا دوباره در مورد پایپلاین خودش توضیح داده. اگه بخواید میتونید ویدیوشو بگیرید. من خودم با این یارو اصلا حال نمیکنم، لهجهش روسیه، اصلا صداشو نمیفهمم. Pipeline is the easiest and the fastest way to use a pre-trained model for interface. You can use the pipeline out of the box of many tasks across different modalities, some of which are shown in the table. میگه آقا این پایپلاین ها راحت ترین و سریع ترین چیزی هستن که شما میتونید استفاده بکنید. بعدش این پایپلاین ها شما رو باعث میشه که از جعبه بیرون باشید و
بتونید خیلی کارا بکنید. حالا داره میاد اینجا میگه، یادتون اون رو بهتون گفتم میگم، اینجا میگه text classification چی کار میکنه؟ assign a label to a given sequence of text، یعنی به یک دسته از تکست ها یک لیبلی رو assign میکنه، یک لیبلی رو میده. مودالیتیش چیه؟ مودالیتیش NLPه. خب یادتون اونجا داشتیم میدیدیم. pipeline identifier یا آیدنتیفایر پایپلاین چیه؟ تاسک مساوی سنتیمنت انالیسیس. میگه تکست جنریشن چیه؟ جنریت تکست given a prompt. NLP تاسک تکست جنریشن. summarization generate a summary of a sequence of a text or document. NLP پایپلاینش تاسک summarization. image classification همون تکست classification ولی برای تکست ها. بعد اینکه image segmentation میگه assign a label to each individual pixel of an image. ببین نگاه کن، توی image classification تو میای دونه دونه چیزا رو کنار هم قرار میدی، دسته دسته عکس کنار هم قرار میدی. توی ایمیج سگمنتیشن میاد دسته دسته چی قرار میده؟ پیکسل کنار هم قرار میده. خب که آقا تو باش میتونی یه کارایی بکنی که همه اینا از مدلیتی کامپیوتر ویژن هستن. پایپلاین تاسک ایمیج سگمنتیشن میاد میشه آقا ایمیج سگمنت. آبجکت دیتکشن که میاد توی آبجکت دیتکشن کارش معلومه، predict bouncing boxes and classes of object. یه چیزی یه آبجکتی رو داخل تصویر تشخیص میده، مثلا صورت منو داخل تصویر میتونه تشخیص بده. آدیو کلاسیفیکیشن همونه برای آدیو کلاسیفیکیشن که دیگه فهمیدیم، میشه یک اسمی رو دادن به یک دسته از داده. حالا این داده میتونه ایمیج باشه میشه ایمیج کلاسیفیکیشن، تکست باشه میشه تکست کلاسیفیکیشن و آدیو باشه میشه آدیو کلاسیفیکیشن. اتوماتیک اسپیچ ریکگنیشنه که حالا ریکگنیشن هایی که میدونید ویژوال ریکگنیشن میشه شناسایی دیگه، ترانسکرایب میکنه، یعنی یه وایسی رو میتونی بهش بدی یه چیزی رو بگیری. تاسکش چیه؟ اتوماتیک اسپیچ ریکگنیشن. اینجا میتونی همه رو ببینی که با چه تاسکایی میتونی اینو انجام بدی. و حالا اومده اینجا رفته دیگه سراغ کد. Start by creating an instance of pipeline and specifying a task we want to use it for. In this guide you'll use the pipeline for sentiment analysis as an example. میگه from transformer import pipeline. pipeline از کجا؟ از توی transformers ها آوردیم. اوکی. گفته بیا یه دونه کلاسیفایر بساز، پایپلاین رو بده توش، بهش تاسک سنتیمنت انالیسیس بدیم. سنتیمنت انالیسیس چی کار میکرد؟ اینجا بود. سنتیمنت انالیسیس میمد یک تاسک تکست کلاسیفیکیشن برای ما میساخت. خب داشتم میگفتم The pipeline اینجا چی کار کنه؟ خب حالا ما پایپلاین آوردیم، میگه پایپلاین دانلود میکنه و کش میکنه یه دیفالت پری ترین مدل و توکنایز میکنه برای سنتیمنت آنالیسیس. توکنایز کردن یعنی چی؟ من اینو بهتون یه توضیح بدم. مثلا یه جمله داریم I love my dog. اوکی، از 4 تا کلمه تشکیل میشه. اوکی، میاد هر کدوم از اینا رو یک عدد بهش میده، میشه 1 2 3 4 عددهای و اینو میاد میکنه توی سیکونس، توی اره. اوکی، و حالا اره بعدی چیه؟ مثلا تو میگی I love my cat، میبینه 1 و 2 و 3 وجود داره، فقط کت که 5 رو اضافه میکنه. اوکی، این میشه توکنایز کردن دیگه. ان توکنایزر فور چیز میگه آقا یه دونه پری چین مدل و یه دونه توکنایزر میگیره. یعنی تو مثلا مدل پارس برتو میگیری باید ببینی مثلا توکنایزرش چجوری توکنایز کرده. بعد میاد میگه آقا sentiment analysis now you can use the classifier on your target text. حالا میگه رو تارگت تکست میتونی پیاده بکنی. مثلا classifier اینجا چی داده بود؟ sentiment analysis بهش داده بود. گفته we are very happy to show you the Hugging Face Transformers library. label positive score فلان اینجا داریمش احتمالا. و البته اینو یه ران حال بگیریم. اینه احتمالا چی داره میگه؟ result classifier we're happy for result in classifier is not defined. خب من گفتم اینجا باید اینا رو اول یه بار ران بگیریم که اون دیفاین بشه. احتمالا این که البته چیزه اینجا اینا باید ران بگیریم، این ران بگیریم. بعد
خوبی که اینو داره، حالا اگه شما کد زدن داشته باشید، چی گفتم، کد زده باشید مثلا با جاوا اسکریپت، من خودم مثلا یه مدت پایتون کار کردم برای کار داده خیلی سبک و کوچیک و الکی، بعد اومدم مثلا جاوا اسکریپت یاد گرفتم، خیلی دیپ شدم تو جاوا اسکریپت، رفتم تو حوزه وب و اینا، بعد دوباره حالا سویچ کردم روی این حوزه ایمیل. توی اون خیلی باحال، مثلا همین گوگل کلاب هم نوتبوک، هر کدوم از کداتون توی بلاک هم، هر بلاک جداگانه باید رندر بشه. این الان اینو داریم، حالا ما اینو رام بکنیم دیگه. اینها کلاسیفایر رو اینجا تعریف کرد، دیدید که لیبلش پازیتیوه، اسکورش هم 99. این اسکور هم از یه هیت مپی میاد که از فکر کنید توی محور X و محور ایگرگش شما یک سری ولیو هایی که براتون مهمه که حالا لیبل پازیتیو یا نگاتیو و چیز میکنن نشون میدن. این از 0 تا 1 ادامه داره دیگه، هرچی دوورش یکی تر باشه میشه 1. نما کنید مثلا یه مربعی رو، مثلا مربع 3x3 رو در نظر بگیریم، خب قطرش میشه جاهایی که هر کدوم از اینا اگه رو برا هم باشن قرار میگیرن، اون میشه مثلا 1، بقیهش مثلا بیشتر میشه فاصلش یا کمتر، یه همچین چیزی دقیقا میشه. یه جاهایی هم میشه 0 کلا. این یه همچین لاجیکی پیش اومده، شاید هم این نباشه، نمیدونم، اگه کسی میدونه کمک میکنم اشتباه میگم به هم بگه حتما. و خب به ریزالت کلاسیفایر رو دیدیم اینجا که ریزالتش این شد. خب حالا میگه if you have more than one input pass your input as a list of the pipeline to return a list of the dictionaries. میگه آقا اگه چندین تو داری به عنوان لیست بفرست که من بهت یه دیکشنری بدم. میگه آقا results مساوی کلاسیفایر فلان ایناست، نگاه کنی همشون با یه کاما از هم جدا شدن. بعد گفته آقا بیا برو توی این فور یه حلقه است دیگه، میدونید برو توی ریزالت برو توی دنبال ریزالت ها بگرد. ریزالت ها میشه هر کدوم از اجزای ریزالت که بهش دادیم، چون این یک اری هستش. بعد میاد میگه آقا رفتی اونجا پیدا کردی، پرینت بگی برام این لیبل و ریزالت لیبل و وید اسکور راوند ریزالت اسکور رو بهم بگی و یه 4 هم بهم بده. 4 نمیدونم چی و اینو داده بهم. مثلا اینجا ببینیم این 4 داره، این هستش. آره ما اینو داشتیم میدیدیم. define نمیکنه. explain code the notice things to know this notice and privacy policy. اینو که کار نداریم. explain code is simply integer, is the integer form doesn't have any context. اینجا prompt what does this for do in this function اینجا بهمون میگه. الان واقعا اومدن این هوش مصنوعی خیلی کمکمون کرده. Okay, let's example the code is within the context of functions. In this case, the for is used for slicing the dataset object. Let's break it. Dataset, this variable holds a loaded auto dataset. Okay, dataset 4, the slice the dataset and select the first the object dataset audio. میگه اینجا میتونی آقا انتخاب بکنی چند تاشو بهت نشون بده. اینجا پس یه آرگومنت دیگه داره. Therefore the for is in this code limits the speech recognition to the first 4 audio sample in dataset. اوکی متوجه شدید فکر کنم. اگر نشدید من الان دوباره توضیح میدم. اینجا آخرش میتونید بگید که فقط چند تاشو بهتون برگردونه. این گفته فقط 4 تاشو بهم برگردون. خب برگردیم سر جایی که بودیم. The pipeline iterate over an entire dataset for any task you like. For this example, let's choose automatic speech recognition as our task. Import Torch, TensorFlow, speech recognizer pipeline. دوباره اینجا اومده گفته آقا حالا یه دونه اتوماتیک speech recognition از مدل فیسبوک W فلان اینا. میگه can also
iterate من فارسیشو نمیدونم. over an internet for any task you like. میگه آقا شما میتونید هر تسکی رو با این پایپلاینه تکرار بکنید. مثلا نگاه کن، یه دونه اسپیچ ریکگنیشن اتوماتیک ما الان میخوایم. میگه آقا یه آدیو دیتا ست چیز میکنم، پیدا میکنم، سید دیتا ست، کویک استارت فرمول. حالا اونو توی دیتا ست رو بعدا میبینیم که چجوری باید ازشون استفاده کنیم. دیتا ست رو میگیرم، هی روش میام دوباره این کار چیزو تکرار میکنم. چجوری بگم؟ for example load اینجا بذار اینو بگم. مثلا اومده از دیتا ست ها اینا رو ایمپورت کرده، اینا رو آورده، بعد اومده گفته آقا دیتا ست چیه؟ یه لود دیتا ست اینو به نیم ENUS و با اسپلیت ترین چیز بکن. این دوباره اینجا ما اومدیم یک وریبل اسپیچ ریکگنایزر رو چهار کردیم. اسپیچ ریکگنایزر به وجود آوردیم که میاد چیکار میکنه؟ میاد یه پایپلاینی رو درست میکنه. پایپلاین گفتیم یه لوله است که دلوپ میخوره به مدله. بعدش که خورد به مدله چیکار میکنه؟ میاد این اسپیچ ریکگنایزر رو میشناسه از کجا؟ از این مدل. خب با چه تسکی؟ با تسک اتوماتیک اسپیچ ریکگنیشن. خب از این مدله که میتونی تو بهش چیز بدی، داده بدی. حالا میاد بعدش دیتا ست رو تعریف میکنه، از توی دیتا ست ها اینو میاره، یه دیتا ست هم لود میکنه. اینو حالا یه اکسپلین کن. من این اسپلیتر رو نمیدونم برای چیه، الان بهتون میگم. چون خودم هم تازه دارم یاد میگیرم دیگه، داریم با هم یاد میگیریم، همه چیو بلد نیستیم. اوکی let's break down the code snippet. بریم اینجا. From dataset import load dataset audio. From dataset import. This is a Python keyword used to import a specific part of library. اینه کار نداریم. load dataset هم کاری. حالا دیگه همین کار داریم دقیقا. dataset load dataset. خب اینجا میگه dataset موسیقی. This is the result of load dataset function variable data. load dataset this function is called automatically. This is the name of the میگه this is the name of the dataset on the Hugging Face hub. مثلا میریم dataset رو پیدا میکنیم، اسمش رو میخوایم، پس اسمش میشه attribute بود بهش میگفتم، میشه attribute اولمون اگه اشتباه نکنم اسمشو. بعد میاد میگه نمیشه این this specifies that we want the English US version of the dataset. اینجا میتونیم ورژن زبانش هم انتخاب کنیم، بسته به اون چیز هست. حالا باید ببینیم مثلا فارسی داره، باید میارم باشه. Some datasets have multiple languages or variation. میگه multiply داشته باشه. حالا این split train. This indicates we are loading the train split of the dataset. Data are often split into training, validation and test sets. میگه آقا به سه دسته دیتا ست ها تقسیم میشن: train, validation and test. خب این میگه ورژن ترین شده شو به هم بده، تست رو به هم ندی، validation هم ندی. اینجا میگه and test set. The train split is used to train our machine learning model. بریم برای بقیهش. باحال شد نه؟ خیلی مونده ها، 25 دقیقه شده تا الان. تو کویک توری من بدون اینستالیشن نرفتیم. You need to make sure the sampling rate of the dataset matches the sampling rate. میگه یعنی چی؟ آقا یه sampling rate باید مطمئن باشی که با اون sampling rate اینو ما جا انداختیم. آره اینجا لود کردیم. حالا میگه آقا مطمئن باش که آقا با همون ریت داره میره جلو، که میگه آقا dataset that cast column. میگه حالا برو توی کالماش آدیو سامپلینگ اسپیچ رو آدیو رو بهش میده، میاد میگه آدیو سامپلینگ ریت اسپیچ ریکگنایزر دات فیچر اکسترکشن دات سامپلینگ ریت. اینجا اون ریت رو بهش داره میده. These audio files are automatically loaded and reassembled when calling the audio column. یا حالا هر موقع کالم آدیو رو صدا بکنه با این ریت که ما بهش تعریف کردیم، اون آدیو رو میتونه اکسترکت کنه و استفاده بکنه، ریسمپلش بکنه. Extract the raw waveform arrays from the first 4 samples and pass it
add this to the pipeline. میگه result مساوی speech recognizer data set آن 4 تا اول آدیو رو نشون بده. الان چی گفت؟ اومد گفتش آقا ریزالت بود که اون بالا تعریف کرده بودیم این کارو میکرد. یه فانکشن speech recognizer که باز اون بالا تعریف کرده بودیم اینجا. بیا دیتا ست رو بهش بده، بیا دیتا ست رو بهش بده 4 تا اولش رو که آدیو هم بده به اون. بعد بیا آقا این تکست رو برای هر چی ریزالت پیدا کردی، هرچی دی توی ریزالت پیدا کردی، هرچی تکست توی ریزالت پیدا کردی و بیا اینجا بهمون نشون بده که اینجا بهمون نشون بده. For longer data set where the inputs are big like in a speech or vision, you'll want to pass a generator instead of a list to load all the inputs in memory. Take a look at pipeline API references for more information. Use another model and tokenizer in the pipeline. این الان چی گفت؟ گفتش اگه مثلا مدل تو خیلی بزرگ بود، مثلا می‌خواستی یه اسپیچ رو مثلا خیلی داده بزرگتریه چیز بکنی، از API هاش استفاده کن که اونجا حالا میتونی بری بخونی که الان نمی‌تونی بخونیم خیلی بس پرت میشه. اینجا یه مدل نیم آورده تعریف کرد تو مدل نیم. مدل بوده که auto tokenizer to load the pre-trained model and its associated tokenizer more out class in the text section. From transformer input auto tokenizer auto model for sequence classification. یاد میگه آقا مدلمون چیه؟ مدلمون اینه که مدل نیم رو بهش دادیم. میگه این بیاد from the pre-trained یه auto model for sequence classification برای pre-trained بیاد مدلی که اون بالا تعریف کردیم مدل نیم اینو بهش بده و بریز توی مدل برای ما. حالا توکنایزر رو با چی تعریف بکنی؟ همین توکنایزر از یه مدل پری-ترین شده مدل نیم رو بهش بده. حالا ما 2 تا چیز داریم که مدلمون رو داره تحلیل میکنه، مدل و توکنایزر. حالا میاد میگه چی؟ از ترانسفورمر اینا رو گرفتی دوباره این میشه آقا این ببخشید این مدل پایتورچش بود، این مدل تنسر فلوش انسپل بده. حالا میاد میگه آقا پایپلاین سنتیمنت انالیسیس مدل مساوی مدل که اون بالا تعریف کردیم، توکنایزر مساوی توکنایزر. حالا کلاسیفیکیشن کن، کلاسیفایر رو تعریف کن که آقا اینو داریم میده به کلاسیفایر که این بالا تعریف کرده بودیم و این کلاسیفایر رو کجا تعریف کردیم؟ اینو به عنوان ورودی میگیره و یه خروجی به اون میده که الان میتونیم اینجا و همین رو رام بگیرم. ران تایم ران آل کجا بود به نظرتون بچه ها؟ اینو که میتونید ببندی اکسپلین کود ها رو موسمونم موس دهه دقیانوس ببندینم. خب اینجا چی داریم؟ اوتو کلاس یوزر نداره مدام اوتو توکنایزر اوتو مدل سیو مدل چه حالا خودتون میتون ران آلو بزنید دیگه، حال ندارم بهتون نشون بدم، خودتون باید بزنید. خب اینجا اینو در مورد پایپلاین توضیح دادیم، تموم شد. بکنم 20-25 دقیقه شد، معرفی هاکینگ فیس شد که چجوری ازش استفاده بکنیم. لستش هم ریختم گردن خودتون. یه کوچولو در مورد تسکا و مدالیتی های مختلف ماشین لرنینگ صحبت کردیم و پایپلاین رو توضیح دادیم. ویدیو اولمون ای والا 20/20. تمام همتون گرم. بریم تا بعدی بیایم در مورد اوتو کلاس صحبت بکنیم. من هم یه چای بخورم گلوم باز شه، این هم دیگه بکنم بس باشه.